سلام دوستان، امروز روز دوم چالش 21 روزمون هست و من میخوام که امروز دریا رو بهتون آموزش بدم. البته دریای طوفانی با دریای آروم متفاوت کار کردنش، ولی خب الان چون داریم برای دوره مبتدی کار میکنیم بهتره که اول دریای آروم رو بهتون آموزش بدم. ببینین دوباره ما کاغذ رو خیس میکنیم، همونطور که گفتم تا زمانی که کاغذ خیس هست ما فرصت داریم که رنگامون رو بذاریم، نباید زیاد طولانی بشه. من یک رنگ زمینه درست کردم که اینو ما کلی روی کار میزنیم. قسمت بالا میتونه آسمون باشه که من دیگه آسمون رو براتون نذاشتم چون میخوام یک جلسه کامل فقط آموزش آسمون داشته باشم. این رنگ رو کامل ما میذاریم روی کارمون. رنگمون هم ترکیبی از آبی و سبز و شاید یک قطره قهوه‌ای باشه برای پخته شدن رنگ. بعد تا زمانی که خیسه ما الان فرصت داریم که رنگ غلیظمون رو بذاریم که برای اینکه موجها رو نشون بدیم، موجهای آروم رو نشون بدیم. به این حالت معمولا هم از قلموی تخت استفاده میکنیم برای این کار. از سر قلموی تخت استفاده میکنیم و به این شکل دریامون رو کار میکنیم. به حالت رفت و برگشت قلم دقت بکنید. رنگمون که تموم میشه یه کوچولو اینجا دوباره میسازیمش. خب ببینین قسمت های جلوی کار معمولا در آبرنگ شاید باز از اون نکته هایی باشه که کمتر گفته شده. قسمت های جلوی کار معمولا تیره تر کار میشه و قسمت های دورتر کمرنگ و رقیق تر کار میشه. این برای اینکه یه حالت پرسپکتیو بهش میده، همون پرسپکتیوی که خودتونم آگاهی داری نسبت بهش، که چشم بتونه راحت به عمق کار نفوذ کنه. بنابراین لکه هایی که ما جلوی کار میذاریم لکه های تیره تری هستند به نسبت بالا، به خصوص این قسمت پایین کاملا متفاوته با قسمت های عقب‌تر. این برای دریای آروم هست. حالا دریای طوفانی رو هم در یک جلسه بهتون طریقه موج کار کردن رو حتما بهتون میگم و در ویدیوی بعدی ترکیب رنگ ها رو هم بهتون آموزش میدم. خیلی ممنون که همراه من بودین.